ابولیلا میگرفت. خب امروز 22 بهمن هست. دیشب تیم قطر قهرمان جام ملت‌های آسیا شد دوباره. من میخوام ویدیوهای باقی مونده و مراسم و اینا رو پخش کنم و اتفاقا چون 22 بهمن هست یه مطلبی هم حالا خواهم گفت. ویدیو رو من جمع کردم اینجا دونه دونه پخش میکنم تا ببینیم که چه موضوعی پیش میاد. خب این صحنه‌ای که دارید میبینید آقای اکرم عفیف که به عنوان بهترین بازیکن این تورنمنت هم اعلام شد که اینجا جایزه هم بهش دادم، من شما نشون میدم. اینجا این به سبک Akram Afif, not surprisingly, top goal scorer and the most. اینجا به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت انتخاب شد. اینجا وسط بعد از یکی از گل‌های پنالتی اگه در آپارات می‌بینید من خلاصه بازی کامل پخش کردم و در یوتیوب مشکلی کپی پیدا کرد قطع شده وسطش، اما بعد از یکی از گل‌های پنالتیش یه کار جالبی انجام داد، خیلی حاشیه برانگیز شد. حالا من اینجا با دقت نگاه کنم که مثلا چه شعبده بازی بوده چی بوده. اینجا جایزه میگیره به عنوان بهترین بازیکن این تورنمنت. ولی خداییش هم برد تاریخی داشتن، هم تیمشون هم کاری که انجام داده بودن به طور فنی و استراتژی و غیره. این فرد دیشب در بازی پنالتی ها رو خودش میگرفت، پنالتی ها رو خودش میزد و هتریک کرد و قهرمان شد. He gets his award from His Excellence. اینجا نوشته تایتلش نوشته به عنوان فلان most valuable player آوردی، بهترین ارزشمندی، جایزه بهترین بازیکن ارزشمند در واقع. خداییش هم خیلی با هم تکنیکلی و خیلی جالب بود. من موامو دیگه قطعا دیگه با عید خیلی جالب انگیز اینجا میرم یه مقدار مجعد بکنم به شکل همین آیه عفیف. ببین اینجا بعد از این گلی که میزنه در این قسمت خیابانی اینا یه حواشی داشتن دیشب رو پخش کنم. خب خواستم اینو نشون بدم. ببخشید به هم ریخته است، عجله‌ای دارم ویدیو هم منتظر بودم دیشب ضبط نکردم که ببینم چه حواشی به وجود میاد به اونا بیام بپردازیم. ببین اینجا چند تا برگه کارت دستشه، همین کارتایی که برای بازی هست. خب ابولیلا بعد میاد اینا رو تکون میده، این حالت ماجیک شد. این جادوگری نیست، این قلق تردستیه در واقع. اینکه چه اتفاقی میفته برام از فیزیکی جالب بود، از علم فیزیک به نظر میرسه یکی از این کارتا حالت مثلا ژله‌ای داره. ابولیلا میگرفت از توی ابولیلا میگرفت. کسی متوجه بزرگش کنم، کسی متوجه میشه مسئله چی شد. حالا یک شخصی هست جیمز رندی در کانادا از دنیا رفته، اون متخصص این چیزا بود که بتونه پیدا بکنه که اینا جادوگریه یا چیه. ابولیلا میگرفت. فکر کنم کارت تا شده است بای دیفالت. خب اتوماتیک کارت تاه، دو طرفش هم یکیه و وقتی یه انگشتی که برمیداری اون یکی میاد سر جای اولش میشینی، همچین حالتی. درسته؟ اینم کاپم کامل نشونم. خب پس به ترتیب ببینیم. من فقط می‌خواستم قسمت چیزشو متوجه بشم، قسمتی که ایشون کارتون نشون میده ببینم که چه اتفاقی میفته. خب اول خود مراسم. خب ببینید لحظه قهرمانی و اکرم عفیف. این که گلشه. خب این دیگه چیز خاصی نداره، همین خاصی نیست. ای کاش این یه تیکر من باید اصلاح بکنم، ندیده بودم. کلی طول میکشه انتشار این ویدیو. اشکال نداره، به جاش فکری و آقای جواد خیابانی، حالا اشکال نداره چون جشنم هست، آهنگای هوش مصنوعی اینا رو قسمت‌های حواشی سایت خودمون و تلویزیون خودمون رو در ویدیو بعد. اینجا فقط همون برای که بعد این قسمت رو ادیت بکنم چون تو آپارات مشکل میخوره، فقط قسمت قطرش رو الان اینجا پخش میکنم. خب این چیز خاصی نه. آندرتیکر هم توی این ویدیو دیگه مربوط به فرانسه چیز هستش. فرانسه کجاست؟ عربستان، ببخشید. خب آقا الان در اروپا هم داره حواشی هستش، بازی‌های اونجا هم در جریانه. خب ببخشید این موقع یکم به هم ریخته شده، خیلی به هم ریخته است. فقط یه لحظه من ببینم که این اهدای جامه و پایان تموم شد. قطر قهرمان شد. و همه افرادی که قطری هایی که ویدیو من نمیبینن، ولی خب تبریک میگم بهشون که
ها تونستن تلاش بکنن و برنده بشن با برنامه ریزی و همچنین هزینه کردن خیلی زیاد. خیلی خوب همین بود. بعد جام ملت آفریقا مونده، بعد لیگ خودمون هم جام حذفی هست، اتفاقات جالب داره میفته. آلومینیوم عراق که من همش تو موضوع آسیا هم من اینو میام میذارم که تبلیغات تیم عراق شهر ما باشه. در جریان آخر هفته با پرسپولیس بودن، به اونم خواهیم پرداخت. افرادی که برای فوتبال دنبال میکنن در همینجا احتمالاً، چه در آپارات، در یوتیوب که همینجا، در آپارات یه جای دیگه پیداش میکنید دیگه، توی پلیلیست میذارم این بازی‌ها رو، خلاصه بازی‌هاشو، تحلیل‌هاشو، مصاحبه‌هاشو رو پخش کنم. خب الان اینو چون من خواستم اون فردی که در تصویر بود بکنم، اینو زودتر منتشر کنم. ویدیو بعدی هوش مصنوعی‌ها و آهنگای خداداد عزیزی، آهنگ خونده برای جواد خیابانی، جواد فان این طنزه، جواد خیابانی آهنگ خونده برای آقای خداداد عزیزی. بعد دیشب در تلویزیون خودمون یک چیزای تنشایی بوده، تنش که نبوده، در واقع چیزای جنجالی بوده در تلویزیون صحبت کرد. تلویزیون هم حالا نه این برنامه‌هایی که مثلا ورزش 3 و برنامه آنتن و اینا هست، اونا رو حالا میام پخش کنم و این موضوع کلا تموم میشه. ببینم چیز دیگه باقی نمونه دیگه. قهرمان شدن و این دور هم به پایان رسید. بعد تیم خودمون هم خودش خیلی خوب کار کرد که تا این مرحله اومد بالا. شو ببینید در اینجا اومد بالا ژاپن. این که ژاپن رو شکست داد در واقع برای یک تیمی که در این همه مشکلات تحریم و اینا داره، خودش قهرمانیه. کسی که بیاد تا اینجا بیاد، حالا تا اینجا اومدنش که ژاپن رو شکست بده، خودش قهرمانیه در واقع. خب همین بود. 22 بهمن هم ویدیو بعدی میگم در مورد بیرانوند و ایناست. اینو میخوام زودتر منتشرش بکنم. ببخشید فعلا همگی خدا نگهدار.